شکایت هایی به وزارت معارف رسیده بود از طرف شاگردا که موهای شاگردا قیچی میشه و در موارد هم تراش شده میشه و این مسئله سبب میشه که اونا در میان همتایان یا همسنفان خودشان اینا تحقیر و توهین شوند و بالاخره سبب تضعیف روحی اینا شوند. چون شما میفهمین که در قانون اساسی افغانستان تعلیمات تا ختم دوره متوسطه و یا هم تعلیمات اساسی اجباری گفته شده. وقتی میایم تعلیم را اجباری میسازیم پس نیازی نیست که ما با بعضی از عملکردها و یا هم قواعد انضباطی را که وضع میکنیم شاگرد را برش آسیب روحی و صدمه برسونیم و سبب تضعیف روحی او شویم و بالاخره این مسئله سبب شود که دلسرد شود از آمدن به طرف مکتب و از کسب تعلیم و معرفت. تمامی پرسنل وزارت معارف مکلف به این هستند که هدایات رهبری وزارت معارف را اینا قبول بکنن و تطبیق بکنن.